رفیق دکتر پارسابانا، من نادر هستم از تلویزیون آزمایشی حزب رنجبران ایران. اگر آماده باشید مسابقه امروز را شروع میکنیم. تشکر میکنم که از من دعوت کردید. من آماده هستم. اگر سوال هایی که دارید راجع به اوضاع فعلی ایران و مخصوصا جنبش اخیر، من تا اونجا که امکان داره مطالبی رو که جمع کردم در این روی این موضوع ها در اختیار رفقای عزیز میگذارم. با تشکر فراوان. سوال اول من این است که رفیق، شما جنبش اخیر مردم ایران رو در کل چگونه ارزیابی میکنید؟ به طور کلی قبل از اینکه حتی من این ارزیابی خودم رو راجع به جنبش فعلی مطرح بکنم، اینو علاقه دارم بگم که این جنبش شناسی اونقدر مطلب مهمی شده امروز در جهان که حتی در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا و در اروپا و حتی در کشورهای آمریکای لاتین این به صورت یک کورس، به صورت یک برنامه مدرسه‌ای و دانشگاهی بخشی از جامعه شناسی رو میگن جامعه شناسی جنبش‌ها یا جنبش شناسی. اینی که رویدادهای تکان دهنده 2 ماه گذشته یا 3 ماه گذشته، مشخصا از 22 خرداد به این سو، واقعا تجلی یکی از به نظر من پرشکوه‌ترین جنبش‌های دخالتگر همگانی در تاریخ مبارزات مردم ایران میتونه محسوب بشه، به ویژه در 3 دهه عمر جمهوری اسلامی. ما اگر این جنبش رو از نظر تاریخی مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که این جنبش میتونه در واقع تتمه یا بخش تکامل یافته تمام جنبش هایی که در 100 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده اند، بگو از جنبش تنباکو تا کنون، یعنی تا قبل از این جنبش. مثلا میتونیم بگیم از جنبش تنباکو 150 سال قبل تا جنبش 18 تیر 10 سال گذشته، این جنبش واقعا تمام اون تجارب اون جنبش ها را در خودش حمل میکنه و از این نظر بخشی از اون جنبش ها محسوب میشه. و فکر میکنم که این جنبش اولا دخالتگره، یعنی مردمی که در این جنبش شرکت کرده اند میخوان در سرنوشت ملی خودشون، در تعیین سرنوشت خودشون دخالت بکنن و شرکت فعال داشته باشن. از این نظر من میگم این جنبش دخالتگره و در جهت کسب حق تعیین سرنوشت ملی میره جلو که پهنا و بود بی‌نظیر هم در یک پهنا و بود بی‌نظیر هم جریان داره. این به این معنی نیست که این جنبش بی‌نظیره، نه، این جنبش در تاریخ ایران بی‌نظیر نیست، ولی یکی از اون جنبش‌های بزرگ تاریخ 100 ساله گذشته ایرانه که پهنا و بود بی‌نظیر خودش هم داره. ولی این کلمه بی‌نظیر به این معنی نیست که بگیم که این جنبش در تاریخ ایران اصلا بی‌نظیر بوده و هیچ جنبشی در تاریخ ایران به این شکل نبوده. و این جنبش بدون شک به نظر من خیلی دموکراتیکه و عمومیه، به این علتی که من بعضی وقتا میگم مثلا جنبش همگانی یا توده‌ای که آحاد و اقشار مختلف توده‌های مردم به ویژه زنان و جوانان در آن شرکت فعال دارند. و اگر ما این جنبش رو بررسی بکنیم و با جنبش های دخالتگر بزرگ و کوچک تاریخ معاصر ایران، همونجور که عرض کردم از جنبش تنباکو در سال 1270 خورشیدی تا جنبش 18 تیر سال 1387، ما میبینیم که این جنبش ادامه یک جنبش همگانی و دموکراتیک میباشد. یعنی یک جنبشی است همگانی دموکراتیک. حالا ممکنه خیلی از رفقا مثلا بگن که
جنبش مثلا همگانی نگیم، مثلا یک اسم دیگری بذاریم، من زیاد تفاوتی نخواهم داشت با اونها، ولی فعلا میگم جنبش همگانی و دموکراتیک. ولی اعتقاد شدیدی دارم به خاطر تجربه‌ای که از تاریخ ایران و تاریخ دیگر ملت‌ها ما کسب می‌کنیم. من معتقدم که این جنبش همگانی دموکراتیک برای اینکه به پیروزی برسه نیاز بسیار بسیار زیادی داره به رهبری قابل اعتماد و مقبول از طرف توده‌های مردم. این خیلی خیلی مهمه که اگر یک جنبشی حتی رهبری اول نداشته باشه، این جنبش میتونه بره جلو، ولی پیروزیش منوط به اینه که این جنبش در رشد خودش، در پروسه تکامل خودش، یک رهبری قابل اعتماد و مقبول از طرف توده‌های مردم رو داشته باشه، یعنی به وجود بیاد این رهبری بدون تردید. بر اساس این تجربه من فکر میکنم که جنبش کنونی حداقل در حال حاضر یک جنبش خودجوش است در کلیتش. این به این معنی نیست که اگر کسانی، احزابی یا سازمانهایی یا گروههایی یا شخصیتهایی یه بخش از این جنبش رو رهبری میکنن بحثی نخواهد بود، ولی کل بحث من در این مورد این که این جنبش کنونی در کلیت خودش، نه بخش ولی در کلیت خودش یک جنبش خودجوش است، یعنی رهبری نداره، کلیت جنبش. و درست به خاطر این امر است که تمامی نیروهای سیاسی اجتماعی متعلق به جامعه ایرانی، چه در داخل رژیم جمهوری اسلامی، البته به استثنای جناح خامنه‌ای مافیای نظامی مالی، و چه در خارج از رژیم، من جمله اپوزیسیون خارج از ایران، از این جنبش حمایت میکنند. یعنی شما امروز یک رگه‌ای از اپوزیسیون رو پیدا نمی‌کنی که از این جنبش، از کل این جنبش یعنی دفاع نکنند. حالا حتی بخشهاشون هم از بخشهایی از این جنبش دفاع میکنن، ولی کلیه نیروهای درون اپوزیسیون از این جنبش دفاع میکنن. علتش اینه که این جنبش در حال حاضر رهبری نداره و این چیز عجیب غریبی نیست. جنبش مشروطیت در ایران که شروع شد نزدیک به 3 سال رهبری نداشت. این جنبش مشروطه زمانی رهبری پیدا کرد که محمد علی شاه با به توپ بستن مجلس اول کودتا کرد علیه اون انقلابی که به وقوع پیوسته بود. به نتیجه اون انقلاب، علیه نتیجه این انقلاب کودتا کرد، یعنی مجلس رو به توپ بست. به محض اینکه مجلس رو به توپ بست، در تبریز مردم به پا خواستن. بعد از اینکه مردم به پا خواستن، تدریجاً این جنبش مشروطه رهبری پیدا کرد که بعدها کسروی و دیگر مورخین از کیفیت و چند و چون این رهبری صحبت کردن. حتی اسم افرادی مثل صدرخان و بارخان و دیگران رو به عنوان رهبران جنبش معرفی کردن. یعنی این واقعیت داره که اکثر جنبش ها ممکنه در اول رهبری نداشته باشن، ولی در یک پروسه تکاملی خودشون رهبری خودشونو که مناسب اون جنبشه پیدا میکنن. این در جنبش ملی شدن صنعت نفت هم درست بود. یعنی وقتی که مردم و روزنامه ها و نمایندگان مجلس، احزاب و سازمان ها در ایران خواهان ملی شدن صنعت نفت بودن، هنوز رهبری این جنبش ملی شدن صنعت نفت معلوم نبود. سالها طول کشید که بعدها وقتی که این جنبش ملی شدن صنعت نفت در